به نام خدا. محیط باستانی اومدیم واسه تست سیستم لاماری. تماما جوغن‌های باستانی در محیط باستانی. اونورم جوغن‌ها کاملا مشخصه در محیط شمال کشور. سیستم لاماری رو روی مد حفره تنظیم کردم. شعاع 500 متر، عمق 5 متر که ببینم جایی که قبلا گرفته قبور باستانی هستش یا خیر. دستگاه رو 30 ثانیه رو پایین میذارم. بوق بالانس سیستم به صدا در اومد. میبینید که دستگاه خودش رو نسبت به خاک منطقه بالانس کرده. در بالا جوغن‌های ما بودش و در شیب تپه که همتون میدونید قبور باستانی. دستگاه رو نم نم رو به بالا میارم. دستگاه در سریع ترین جهت به من جهت میده. از جهت دیگه من دستگاه رو میگیرم. دستگاه باز هم میچرخه و بنده جهت میده. به دنبال سیستم حرکت میکنم. دقیقاً رو مودی که گلد سنس کرده بود داره به همون جهت میره و به محض اینکه روی هدف میرسه سیستم شروع به چرخیدن میکنه و نقطه‌ای که قبور مشخص شده رو میچرخه. سیستم پس از چند ثانیه مکس میکنه و برعکس میچرخه. عمق به من میده 0.5 1 1.5 و 2. سیستم رو من فاصله میگیرم از هدف. دوباره بالانس میکنم ببینم هدف من واقعی یا خیر. دستگاه سریع ترین حد ممکن به عقب میچرخه، یعنی حفره من پشت سرم. به دنبال سیستم حرکت میکنم و باز هم نقطه هدف رو واسه من شروع به چرخیدن میکنه. این از قدرت و دقت سیستم لاماری M2 هستش. شاد و پیروز و موفق باشید. دستگاه لاماری M2 روی مد حفره در حال ارسال و دریافت فرکانس حفره درون محیط. ارادتمند شما، احمدی. محیط باستانی تپه هم دقیقاً در بالای ما قرار داره که جوغن‌های قبور باستانی دقیقاً اونجا هستش که فیلم جوغن رو هم واسهتون گرفتم. در شیب تپه ما اینجا رو قبور سنس کردیم. موفق باشید.